سلام خدمت همراهان گرامی، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو میخوام در مورد بیماری کوکسیدیوز براتون توضیح بدم. کوکسیدیوز یک بیماری عفونی و بسیار شایع هستش که در پرندگان وجود داره و توسط انگل‌های میکروسکوپی به نام کوکسیدیا ایجاد میشه و باعث بیماری مجرای روده میشه. این انگل میکروسکوپی تک‌سلولیه که از طریق خوردن تخم انگل که در مدفوع کبوتران بیمار وجود داره وارد بدن میشه. معمولا کبوترها از طریق تماس با مدفوع آلوده یا نوشیدن آبی که درش مدفوع آلوده وجود داره بیمار میشن. کوکسیدیا در شرایط گرم، مرطوب، کثیف و شلوغ به بهترین وجه تکثیر میشه. علائم کوکسیدیوز معمولا اسهال مایل به زرد و کف‌آلود و فضله های خونی و اشتهای ضعیف، بیحالی، پرهای ژولیده، کاهش وزن هستش. کاهش وزن هم به دلیل ناتوانی کبوترها در جذب مواد مغذی موجود در غذا اتفاق میفته. این بیماری در جوجه ها میزان مرگ و میر بیشتری داره و حتی اگه جوجه ها زنده بمونن امکان اینکه بافتای روده آسیب دائمی ببینن خیلی زیاده و این باعث ضعف سیستم ایمنی بدنشون تا آخر عمرشون میشه. پس پیشگیری همیشه بهتر از درمان هستش. برای پیشگیری بهتره تا جلوی شرایط تکثیر این انگل رو بگیرید. همونطور که گفتم گرما، رطوبت، شلوغی به تکثیر سریع این انگل کمک میکنه. پس همیشه برای تغذیه از ظرفای دونخوری استفاده کنید. آبخوری‌ها رو ضد عفونی و تمیز نگه دارید و از خیس شدن کف گنجه که باعث ایجاد رطوبت میشه جلوگیری کنید. زمین رو همیشه خشک و تمیز نگه دارید. تعداد کبوترها رو متناسب با ظرفیت هر گنجه در نظر بگیرید. داروهای مختلفی برای درمان این بیماری در داروخونه‌های دامپزشکی وجود داره. به عنوان مثال شما میتونید از کوکسیپلاس شرکت ورسلالاگا برای درمان این بیماری استفاده کنید. امیدوارم که تماشای این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. لطفاً با لایک و کامنت های قشنگتون ازمون حمایت کنید.